تفاوت بین این دو گریه را ببینید. این نوجوان داره گریه میکنه چون تیم محبوب شکست خورده. به خاطر یک تیم فوتبال داره گریه میکنه که شکست خورده، که شکست تیم هیچ ربطی به اینم نداره. اما این نوجوان رو ببینید، این داره به خاطر چی گریه میکنه. فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. این به خاطر خوف الله داره گریه میکنه. ببینید، به خاطر خوف الله سبحانه و تعالی داره گریه میکنه. بین این دو تا گریه‌گران تفاوت زمین تا آسمان. این که خودی از خوف الله گریه بکنه که خودش داره. الله ما و شما از این گروه